این مرد بدبخت را بینید که با دخترش در ادیر چیکار کرد و از این کاری کردهش خیلی پشیمان شد، اما افسوس که دیر شده بود. السلام علیکم تماشاگران عزیز و حاضران شبکه کاروان عمر. باز یک قصه دهشتناک و قصه خیلی تاثیر بخش در نوار امروزه ما. از شما خواهش میکنیم که این قصه را با دقت تا آخر گوش کنید و بعداً فکرهای خود را در کامنتاری نویسید. مرد با دوستان خود در ادیر، یعنی که در صحرا، وقتی بهار بود به کوه برآمدند و بعداً با دوستان خود نشستند و در پیش همه نوشیدنی‌های اسپریتناک و همه‌شان مست بود. از بین چند مدتی گذشت، دوستی این مرد یک دختری را دید که به سوی اینها می آمد. می گفت واه، انا آن پری چهره را بینید، به سوی ما آمده ایستاده است. و این مرد باشد دخترش را نشناخت و خودش مست بود. گفت گوسفند به توده گرگان به پای خود آمده ایستاده است، اکنون یک را حد کنیم. خلاص همینطور آنها به خود می گفتند و می خندیدند. دختر با گذشتن وقت به اینها نزدیک می شد و از بین چند مدت گذشت دختر نزدیک آمد. گفت پدر جان، در خانه مهمان ها آمدگی و شما را انتظار هستند. مرد باشد از شنیدن این سخنها هوش از سرش پرید و در جایش شق شده ماند و سرش را خم کرد. دوستانش نیز همه خم کردند. هیچ کس به آن دختر نگاه نمی کرد. و این مرد باشد گریبان خود را داشت و گفت خدایا، من چی کار کردم که دختر خود را چنین گفتم؟ و دوستانش به این مرد گفتند که نه، گفته شده بودی که گوسفند به پای خودش آمده ایستاده است، اکنون چی شد؟ مرد از جایش خیست، خود پیان در پای ایستاده نمی توانست. گریبان خود را داشت و گفت خدایا، به نام تو قسم میخورم، این هم اولین و هم آخرینم نشستن با این دوستان پستم باشد. و از همان روز دیگر با دوستان خود علاقه نکرد و دوباره عرق را ننوشید. اما داغ در دلش ماند که با دخترش چنین نیتی بد کرده بود. دوستان عزیز، حالی کسانی که عرق نوش هستند میبینیم شرمنده و شرمسار هستند، در پای خود ایستاده نمیتوانند، در کوچه ها میبینیم. این است یک ضرر کلان عرق که نسبت فرزند خود ما چنین فکرهای بد میکنیم. این هست همان عرقی که ما را به همه راه میبرد، آدم کشی و زنا. و زیرا یک امام را شما شنیدید 70 سال عبادت کرده است و با نوشیدن یک عرق هم آدم کشت و هم زنا کرد. عاقبت عرق نوشا همین است.